سال 1931 میلادی، یه باستانشناس فرانسوی تو خرابه‌های تخت جمشید داشت کار میکرد. یه شب وسط حفاری برق میره. تاریکی کامل. با نور چراغ قوه یهو چشش میفته به یه دیوار. وای میسه، زل میزنه. چند تا خط میخی درست وسط ستون حک شده بود. فرداش معلوم شد اون نوشته ها اسناد مالی ساخت تخت جمشید بوده. یعنی حساب کتاب دقیق حقوق کارگرا، معمارا، آشپزا. اونجا بود که دنیا فهمید تخت جمشید با برده ساخته نشده، بلکه کارگرای مزد بگیر با قرارداد و حقوق مشخص. و اینطوری وسط تاریکی یه حقیقت روشن شد. ایران هزاران سال پیش متمدن‌تر از چیزی بود که فکرشو می‌کردن.